سلام علیکم. و علیکم. بابا شما از صبح پدر شده و کدی زمین ها رفته؟ بابا جو به جای که علف نیست باشه مجبورم من گسپندار ببرم که بچرم. عادل همه 2 ساعت برای شما میگشتم. 2 ساعت برات میگشتی؟ چی مستی؟ گفتم بیایم کمی پول بدیم ولی اونجا که گوشی بخرم. چند پول بدم؟ دیشب مادرتم میگفت یک پول بدین که ما برای عروس خو گوشی میستونم. 14-15 هزار بده. چندی؟ 14-15 هزار. مبارک باشه. 14-15 هزار بدم که تو بری به زن خو گوشی بخری. بله. زن تو گوشی مایه کار کنه که تو 14-15 هزار بالی گوشی میدی. چه 14-15 هزار بالی گوشی ندی بالی پیشکشی بده که زودی خلاص برات کار کو بره. بابا جان رسم و رواجه ما خودی از اوشته گپ زنم. یعنی اگر گوشی زن تو نداشته باشه تو خودی گپ زدن نمیتونی؟ نه دیگه. بابا جان ایشته گپ زدن نمیتونی؟ گوشی نباشه ایشته گپ اونا بازی کنن ما بازی کنن از این تا اونجا برو. باشه چه کار میشه از تو بازی کنه خیلی راهه. بله. برو بابا جان برو. بعد از این گپار یلا کو 14-15 هزار روپیه از کجا آدم پیدا کنه برای بالی گوشی بده. بابا جان تو پا خور بیا کش کردی حالا کم که تو می گوشی بخری بزن خب برو 4-5 هزار یک گوشی بزن بخر که فعلا هم پرده‌گذاری از ما بشه. تو 15 هزار روپیه بزن نده 15 هزار روپیه مرسته ما خرج من آخه. ما آدم غریب از کجا برم بیارم 15 هزار روپیه برم قرض کنم برای تو. دیگه چیکار میشه؟ چیکار میشه؟ بله. مگر 15 هزار روپیه که ما باید بدم سم تو گوشنه و توشنه مگر بگیری. من نمی بغزالی سفید بفروشی. برو. بغزالی سفید بریم بفروشیم. که چرا بفروشم؟ چرا با بفروشی چیکار میشه؟ گفتم برای تو اگر خوشی به میتری خوب نی برو بخیر. گوشی مچینیه. خوبی چی؟ آیا زن تو از من بیتره که من یک گوشی سعودی هانی به کسی من هانی. تو بیا مدی که 15 هزار روپیه بدن که ما برم به زن خو گوشی بخرم. این چی ده؟ نه. تو همین مادر تو واسه زندگی مردار به در خاکد. همین کارا هم ما دست مادر تو میبینم. 10 هزار میدی؟ اصلا گفتم ما 5 هزار یک روپیه بالاتر نمیدم. چی به بلا افتادم؟ هر روزی که من نمزاددار کردم یک دم میای که رخت بستونیم یک دم میای که گوشی بستونیم یک دم میای که ما چی ببریم یک دم میای که چی ببریم همه می کارا مادر هم با چی می؟ چیه؟ 8 هزار بده دیگه. برو گفتم برو. بابا جو دست شما بوس میکنم 7 هزار بده. خوبه برو راد مریلا کو برو خوبه. میدی؟ برو. خوبه با پیشین بیام به سرا. خوبه. سیکو دیپک برو به خونه خاله خو به خونه عباس اینو با خاله خو بگو 7 هزار پول به ما به قرض بدیم. برو خود مادر خو با گوشی بستو. السلام علیکم عباس. چطوری؟ خوبی سلامتی؟ چی گپه؟ برا قراری. کجا بیدی؟ کجا میری؟ اینجا به سرا بیدم ما این برو سرا شما. بله. پیرتون و مادرتون همه خوب بیدن؟ خوب بیدن سلام علیکم. الهی شکر خیرت به سرا میری؟ هیچ پیار گفتم برو مادر عباس 7 هزار پول بستون. 7 هزار پول؟ بله. چرا پول بکار داری؟ خاطر میبریم بزن گوشی بخریم. بیشک بزن خمه گوشی وری ها. پیش تبریک باشه گیپک جو. بله دیگه. زنده باشی عباس جان سلامت. برکن پیار تو غم تو هم بخوره. هی گیپک چی میگی تو؟ ما اگه تعلیم میداشتیم به چال کفتر خون خاله میداشتیم. او تونی که پیار تو غم تو بخورد تو زن داد حالا که میبنم زاد خود گوشی ببری. میشه
باشه خدا کریمه با تو هم نوزادار میشی. خانه به خدا خوب بگذاریم. پول به قرض میستی؟ بلیا خوگی پک جو یک ذره می به در سرم ها چون مادر به پول داره به تو بده یا نه. باشه می زنگ بزنن که سرگردون نشد در سرم بری. آخرام پول نداشته باشم بدم. نکو فکر نکنم داشته باشی. من باشم زنگ میزنم. با مادر خواستای کنم. اگه پول دیش برو بستو. پیار تو گفتگو؟ بلیا. بای نه خوبیم بخیرین. شکر زنده باشیم. نه نمیتونم میرفتم رو به صحرا گیپک به جلو خود گفته که یک 7000 پول به کار داریم خاطر ما به نامزاد خود گوشی ببریم. پیار رو کرده. پول داریم بدیم به قرض یا نه؟ گیپکه. ما چیم دیگه نگفتا که میگه 7000 پول به کار داریم اگه داریم بدیم از خیر خوب. مشکل نداره. خوب نه گفتم باشه برای شما بگو که واسه گردن نشد تا در سر بیایه. باشه خداحافظ. خوب خدا. نه گیپ جو برو میگه مشکل نداره بیای ببره. خوب. برو. خداحافظ. دل جمع تر شد دیگه برو پول آنست. بخیرین. خوبه سلامتی. یه راست خیریاته. لالا بخشش باشه خاطر مبری چوکی بالا شد و قطعا کتاره. گپ پینیه برو خدا بخشه بفرمایین چی ماستی؟ یک گوشی ماستی. گوشی چندی مایی برو؟ گوشی افزاری خاطر برای نوزاد کن. 7000 بلیا. آنی گوشی منجگاه خیلی برو با 7000 کنیه آنی ای به 9000 آنی هست به 5000 آنی هست به 3000 لالا خود شما خبر داره اقتصاد ضعیفه. یک گوشی بده کار عرضه بده. کار کنه ها؟ سال کار بده. 10 سال به تو کار میده برو جهنمی گوشی ببر. بلیا. 24 ساعت هم به پیش تو باشه. اگر خوش نکردی برق خوری لکه اون تیندهی نداد کامره تصویر الده ندش پس بیار برو جو پیلا خورد استاد. به چند نمو گفتی؟ گیر به تو برو جو تو که آدم غریبی 8500 8500 بله ای با 7000 نمیشه 7000 تا 8500 1500 فرق نه 1500 گوشی چنه داره 500 اما به تو مراد کدوم کوکو آنی برو جو آنی گوشی می آنی با 7500 امی ها ضد ضربه هم داره؟ ضد ضربه هم داره بازم اگر ضد ضربه خوش نداری میکنم یک دیگه بهتون میندازم ای با مفتنی مدا پوش نمیکنی می پوشی هم به تو میندازم برو جو دیگه چی می هیچی امی خود جمعون کار بده ماما کار میده برو جو تا 24 ساعت بلیا گوشی زمانت خوش نکردی اول هم به تو بگفتم پس بیارم اینجا پولا خور پس بستو خوب امی بگیریم چی پوشی بندازیم خود یک شاد کنیم دستی پوشی هم زمانه باشه خاطر میبرم به نمزاد خوب به نمزاد خوب؟ بلیا خنده کده چری تو روی قطع قیافه نمزاد داری؟ بلیا برای جو پوشی به تو میندازم چشم گفت پینیه من تو چارجر ما نمیدیم چارجر میفروشیم برای تو به خاطر از اینکه گوشی دستی اون چارجر نداره اگر تو گوشی نو بخری به تا کارتون چارجر خورم داره گوشکی خورم داره کارتون هم داره گوشی دستی اون چارجر نداره برای جو یک چارجر همه چیزی 150 روپیه میشه لین و کونکی و همه 150 روپیه میشه به تو یک چارجر میدم که چارج سری هم باشه خوبه صحیحه؟ ولی اون تخت کنه گوشی و کسی ما باشه خوب اول بگیریم پوش بکنیم پوش هم به تو مندازم خوبه گفینیه برو ضد ضربه هم نه برو باز ضد ضربه هم اگه خوش نکردی با توی بحث میکنم صحیحه؟ صحیح
باش که من یک پیشی و گوشی تو تیار کنم. خیلی بیدی بگردم خاطر باز خوش کنه. خوبه گفت اینی برو جانه. پیشا رام پیدا کردم من یک از اینا رو تو خوش میکنم. هر کدوم خود تو خوش داری. از اینا انتخاب کن که من بندازم به گوشی تو. آی برو جان. هر کدوم تو می فرق نمیکنه با ما. امیر سیه؟ بله. خوش کردی امیر؟ بله. خواهش میکنم برو. من گوشی شما کارم بده. به خوبی استفاده کنی برو. شما به خدمتتون تا 24 ساعت اگر خراب زندگی بشه. آی درختی حسن کو گلوارو کرده. خود میکنی شنیدی لجو؟ شنی جنجره خیلیاتی جنجیری چی گفایه؟ قدری شکر سلامت باشی دیمات شما دیدم. نه بابا آه چره؟ به دردی تو گوشی خریده بود. به درد من؟ از کی؟ همین دلشمی خریده بود. نه بابا گردانه از کمرم میگیره همین تفیلون ورداری عکس هم مجهز گوشی لوکسی بگیله. بابا ایلا؟ یعنی 7,000 به درو قیمتی بود. نه بابا خوب گوشی بگیله. با مگر ببینم تو ایت از که تو نبگیرفته؟ نه دیگه نداده ادریسی کنم مدام خوب گوشی بیرم بریدو. شیر مادری امی پریش شوا دیدم ای به تا تلفن نانم گوشی نانم که زنگ میزد یک بار ای دیدم که صدا گیپک میاد که داده من میگفت که چیز کو یک گوشی به ما بخر او گفت خوبه من این روزا میخرم پول به دست ما بیایه مثل که پول به دستی بیا خوبه دیگه گیلک جو بیادی شما بخونی گوشی لمسی نداری امور گاهی وقت داده خب بوست و قراره کرده پیش گو گسپندا که هستی عکس بگیر به خود اینو با تو هم خیلی پیش گو استاد میکنه از که تو گو میگیرم چاپ میکنم عکس تو گوه عکس ما گوه خوبه گیلک مدا خود تو قیافی تو هم رنگ همی بزرگ کویه برارمه زنده باشی بفهمیدی همی تو عکسو خب بگی چاپ کو بعد درختی دیوالی هم بگیری گردان و بند باشه مرتکه تو را 100 کیلومتری تشخیص میده که تو گلک دیونی برو هستی که زنده باشی کار خدمت حالا برو سعی کنم که بستانده بستانده یعنی تو مطمئن به دستی بگیری گردان و بند باشه اگه دروغ بگم برو کارتون بی کارتون خوب گوشی نمی بود اگه نپیسیدون کارتون داری یا بی کارتونه خوبه یعنی با فسق دادی توی تو گوشی نمیخوره اگه می گوشی ها نوکیا بیتر میخوره راست میگی وای من دیگه کردم به خونه جنجال نیستی که زن گوشی ندارن من گفتم گوشی هم بستم منه به خاطر که جنجال دیگه نکنی من خصوص بریتم بیام سلام علیکم اندر دستم خاله جان خیریت چرا هستین جنجاله سلامت باشین خیلی مدار پینا خوبه فضل خدا نماز و روزه شما قبول باشه سلامت باشه اشتنی دوما جو خیریت جنجاله عروس میشتن خوبه خوبم شکر فضل خدا رو شما تکیارم شکر الحمدلله معطل گوشیم خیر بینیم خوب شد دیگه که طور بدیدم ما نمیریم بخونه شما دیگه ما مستون برم بخونه پیش عروس خبرم خیر غمی نداره نه بریم چرا چی کار نه نمیرم من گدی گوشی بستوندم دوما سعی کنیم معنی گوشی خوبه غمیت گوشی که خود ماست من بدیم به دست دیگه من نمیرم بخونه شما نه بریم شما دیگه با مشه گوشی یک دم خدای نکرده خاک به زبون شما پیش ما گم شه گیلک جو فرق نمیکنه ما دو ذره سرگردون نمیشم به خاطر از اینکه نمیتونم را رفته شل شدم از صبحم به تا شهر بدم من امیر بدیم برای قرار کرده به خوار خوب بدیم بگم مانی ما این برای شما میشه چیز میشه پیش ما گم شه اوش فکر ندارم اوش فکر ما حواسه مادر راست میگه گیلگی یک شوفر حال نداره گوشی بوریم بدین دست زنمه راست میگه گیپه بریم بچه من خوبه مومن چند خریدین خاله جان؟ با 9,000 9,000 آه دیگه بریم بچه من بریم خدا حافظ فعلا من میرم خیلی خدا از عروس که خبری هم بگیریم خب افتار بستکیم دیشب سوزی دیشتیم سرشون